توجه کردین بعضی مواقع یکی با پیام، یکی با نگاه‌های عاشقانه و محبت‌های بی‌دلیل وارد حریم خصوصی یه نفر دیگه میشه. ما میگیم این محبت‌های ناسالمه، محبتی که توجیه نشده است. بخواین طرف مقابلش رو به قول معروف بخواین مخش رو بزنین که برای یه چند وقتی باش آشنا بشین و ترکش بکنین، این کار غیر اصولیه. اینجاست که باید یه حد و مرزی رو شما بذارین. وقتی میبینین که طرف مقابلتون بدون دلیل داره به شما محبت میکنه و بدون دلیل داره از شما تعریف میکنه و به مرزی کشیده میشه که وارد حریم خصوصی شما میشه، اونجا شما باید یه استوب بزنین و یه حدی رو بذارین که من حدم اینه، خط قرمزم اینه، از این حد دوست ندارم وارد بشی، دوست ندارم جمع نبندی تو صحبت کردن، جمع ببند صحبت کن. اینجا باید به خودتون احترام بذارین. اون مرزی رو که گذاشتین، اون حدی رو که گذاشتین، به خودتون احترام بذارین و به طرف مقابلتون میفهمونین خیلی محترمانه و مؤدبانه که این غلطه، این برخورد غلطه و راه رو میبندین. پس خود شما هستین، این خود ما هستیم که باعث میشیم دیگران توی حد شخصی ما، مرز خصوصی ما ورود کنن. پس بیایم برای خودمون احترام قائل بشیم، حد و مرزها رو رعایت بکنیم که دیگران هم برای ما احترام قائل بشن.